سلام دوستای عزیز مهربان، امید که خوب باشین کلگیشون. خب میخوایم امروز یک کار براتون معرفی کنم. این منم. اول صبحی خیلی ناوقت شده بود چون خیلی دیر از خواب بیدار شدم. خیلی سریع آرایش کردم، رفتم کجا؟ خب دخترها سالن آرایشگاه زدم. قبلا خانه کار میکردم ولی دیدم چون مشتریان بیشتر شده دیگه نمیشد در خانه کار کنم. از همون خاطر رفتم سالن گرفتم. اینجا کیک است چون افتتاح کردم. دوستایم گفت باید کیک بگیریم. این هم دوستایم است. همگی آمدن برای تبریکی. این منم و سحر داریم میرقصیم. خیلی خوش گذشت، جایش هم خالی واقعا. بعد در آخر دوستایم رفت و یک ویدیوی کوتاه از خودم گرفتم. اینم